این آلبرت وسکر نیست. پس زنو واقعا کیه؟ من وقتی برای اولین بار وقتی که زنو رو دیدم با خودم گفتم که به به، وسکر هم برگشته. حرکاتش، نوع لباساش، موهاش، چهرش برای من ثابت شده بود که آلبرت وسکر هم برگشته. ولی خب وقتی این جمله رو از دکتر گدین شنیدم که میگه You are nothing but an imitation. ثابت شد که با یه شخصیت دیگه ای روبرو هستیم. حالا این شخصیت دقیقاً کیه؟ یک نظریه رسانه‌ای گیمینگ هست که میگه زنو یکی از پروژه های غیر انسانی وسکر هست و به همین دلیل که زنو شباهت زیادی با آلبرت وسکر داره. ولی متاسفانه این نظریه ها به صورت رسمی تایید نشدن و به نظر میرسه کپکام عمدن این سوال رو پنهون کرده و به ما اطلاعات دقیق راجع به این شخصیت بهمون نداده تا بعد از پایان بازی سوالهای زیادی توی ذهنمون درباره این شخص ایجاد بشه. خب فعلا کسی چیز رسمی یا حقیقی رو اعلام نکرده و ما باید منتظر DLC بعدی این بازی باشیم تا جواب سوالهای زیادی رو ما بگیریم. نظر شما چیه؟ حتما توی بخش کامنت ها نظرتون رو برای من بنویسید. برای تحلیل های بیشتر حتما من رو یا فالو کنید یا سابسکرایب کنید.